سلام، امروز اولین روز دانشگاه و شروع ترم جدیده و من اینجام که با هم دیگه آرایش کنیم و بریم. اول از همه که قطعا از ضد آفتاب استفاده میکنم. ضد آفتاب من سنتلاست و خب واقعا ازش راضیم. بعدش میرم سراغ SPF کوزس که خیلی کم میزنم برای اینکه یه رنگی به پوستم بده. میبینید یکم حالت قهوه‌ای داره. میریم سراغ ژل ابرو. ژل ابرو من از برند آناستازیاست و واقعیتش رو بخوام بگم اونقدر دوستش ندارم. همیشه هم گفتم ترجیح من ژل ابرو ریر بیوتیه. بعد میرم سراغ کانسیلر. من از کانسیلر الف استفاده میکنم. بعدش میریم سراغ رژگونه از برند کوزس. من میرم سراغ خط چشم مایه که من اینو از ایران آوردم و یه برند ایرانی، برند کالیستا که قطعا خیلیاتون شنیدین. میریم سراغ ریمل که من از برند اسنس استفاده میکنم. میرم سراغ رژ لب. برای رژ لب نمیخوام خیلی چیز پرو عجیب غریبی باشه، برای همین نمیخوام از خط لب استفاده کنم. اینم از فاینال یه آرایش روزانه. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین و اگه دانشگاه شما هم شروع شده سال خیلی خیلی خوب و پر از موفقیتی داشته باشین. تا ویدیو دیگه فعلا